اینا موقعی هستن که رونالدو خیلی بد رقیباشو تحقیر کرده. اولین مورد زمانیه که اون کسی رو اونقدر بد شکست داد که کارش به ساختن میم تبدیل شد. رونالدو و یوونتوس تو لیگ قهرمانان شکست سختی خوردن. بعد از گلزن دیگو سیمئونه تصمیم گرفت که رونالدو رو مسخره کنه و برای بدتر کردن اوضاع دیگو گفت که اگه یوونتوس امروز برگرده من تو خیابونای مادرید هندمونی میفروشم. تو بازی بعدی اوضاع شخصی شد و رونالدو نه تنها دنبال انتقام بود بلکه میخواست حریفش رو تحقیر کنه. رونالدو هتریک کرد و یوونتوس رو به پیروزی رسون و با همون حرکتی که دیگو انجام داده بود گل خودش رو جشن گرفت. تحقیر رونالدو باعث شد که دیگو به میم تبدیل بشه و $22,000 جریمه بشه. اما تحقیر یک مربی چیز جدیدی نیست، اما تحقیر یکی از بهترین بازیکنان فوتبال تاریخ کاری که فقط رونالدو میتونه انجام بده. تو سال 2012 رونالدو میخواست به طرفدارای بارسا نشون بده که پدر کیه. اون چیزی از مسی کم نکرد، فقط میخواست تو ال کلاسیکو برنده بشه. تو طول فصل رکورد شکنش اون یک گل بیشتر از رونالدو به ثمر رسونده بود. اما طرفدارای بارسا احساس میکردن که CR7 از صدر جدول رقابت رو کنار رفته و این به رونالدو نشون داد که این بهترین زمان برای تحقیر نبود بلکه زمان ورود به تاریخ بود. تو بازی بعدی مقابل گرانادا رونالدو نه یکی نه دوتا نه سه تا نه 4 تا 5 تا گل به ثمر رسوند که شامل هتریک 8 دقیقه‌ای بود و رئال مادرید رو به پیروزی 9-1 رسوند. شما باید برای گرانادا احساس بدی داشته باشید چون اونا لیاقت این سطح از تحقیر رو نداشتن، اما اونا از این موضوع عبور کردن. یک اسطوره دیگه توسط رونالدو اونقدر بد تحقیر شد که هنوزم صحبتش سر زبوناست. تقریبا 10 سال پیش یک بازی قرار بود سرنوشت دو کشور رو تعیین کنه. برنده به جام جهانی میرفت. رونالدو میدونست که اگه تحقیر نشه تحقیر میکنه. تو طول نیمه اول هر دو تیم درگیر بودن اما کسی بیشتر از رونالدو ناامید نبود. با فرصت‌های فراوان برای گلزنی اون نتونسته بود به تیمش کمک کنه تا اینکه دقیقه 49 فرا رسید. رونالدو فرصتی برای گلزنی داشت و اون رو به ثمر رسون. این دیوونه‌وار بود. حتی طرفدارای CR7 هم فکر میکردن اون عیسی مسیحه. بازی تمام نشده بود و زلاتان قرار نبود بدون مبارزه تسلیم بشه. زلاتان گلزنی کرد و امیدی برای سوئد ایجاد کرد. تو همون لحظه و تاریخ رقم خورد. برای اولین بار رونالدو تحقیر شد اما رونالدو هتریک کرد و کشورش رو به پیروزی رسوند و تا امروز زلاتان هنوزم از این موضوع ناراحته. هر زمان که زلاتان فرصتی برای گلزنی پیدا میکرد نه سال بعد اون هنوزم به دنیا یادآوری میکنه که رونالدو تو ذهنش آزاده. در مورد سربیایید در مورد زمانی صحبت کنیم که رونالدو کسی رو اونقدر بد تحقیر کرد که فکر میکرد موهاش بد رشد کرده. اما در مورد لیگ قهرمانان صحبت میکنیم. یوونتوس در مقابل رئال مادرید در عرض 3 دقیقه رونالدو اصلا وقت رو تلف نکرد. اما صبر کنید کار تمام نشده بود. رونالدو فقط نمیخواست برنده بشه بلکه میخواست این باشگاه رو خیلی بد تحقیر کنه، توی تاریخ هم ثبت کنن. گل توسط یکی از اسطوره‌ای‌ترین دروازه‌بانان فوتبال جیانجولی بوفون دفاع میشد. بنابراین رونالدو تصمیم گرفت که چیزی خاص از آستینش بیرون بکشه. تو دقیقه 60 اوضاع هیجان انگیز شد تا اینکه رونالدو بهترین گل لیگ قهرمانان رو به ثمر رسوند. فقط به بوفون نگاه کنید. جمعیت یوونتوس برای رونالدو که تیم مقابل بازی میکرد بازم اونو تشویق میکردن. فکر کن دیگه. و زیدان در حال بررسی بود که آیا موهاش بد رشد کردی یا نه. بعد از تمام این تغییرات تعجب میکنم که چرا یوونتوس به رونالدو اجازه داد که به تیمشون بپیونده. اما حداقل اون به یوونتوس کثیف‌تر از زمانی که اون کسی رو اونقدر بد تغییر کرد که حتی طرفدارای تیم اونم به طرفدارای خودش تبدیل کرد.
طول دوران اولیه رونالدو همیشه یک استادیوم بود که کابوس رونالدو بود. تو اوایل دوران رونالدو اون هر بار که توپو لمس میکرد هیاهو میشد، بنابراین اون همیشه با سعادت وارد میشد، اما بارها و بارها اون شکست میخورد تا اینکه یک شب سرد رسید. رونالدو با رئال مادرید برای بازی با لیورپول حاضر شدن. اون نه تنها مصمم بود که به روند بعدش پایان بده، بلکه زمان تحقیرم فرا رسید. پاسهای بدون نگاه، شکستن مچ پا و با بلندتر شدن هیاهو رونالدو قوی‌تر شد. تو دقیقه 23 رونالدو بالاخره به کاری که تقریبا غیر ممکن بود دست یافت. اون اولین گل خودش رو در آنفیلد به ثمر رسوند، رئال مادرید رو به پیروزی رسوند. سپس تو دقایق پایانی زمانی که رونالدو تعویض شد، طرفداران نه تنها از هیاهو دست کشیدن بلکه اونو تشویق کردن و اسمش هم فریاد زدن. و بچه‌ها اگر تا اینجا ویدیو از این ویدیو خوشتون اومد حتما این چنل خودتون رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و زنگوله هم روی آل بذارید که ویدیو بعدی رو که گذاشتم حتما نوتیفیکیشنش برات بیاد. ویدیو بعدی خیلی خاص‌تر از اینه، اما گوش کنید، مطمئناً هیچ کس از تحقیر عمومی رونالدو در امان نیست. تو سال 2016 فقط پرسیدن یک سال احمقانه از رونالدو کافی بود که نه تنها اونو تحقیر کنه بلکه اخراجم بشه. تو یورو 2016 رونالدو تحت فشار زیادی بود، زیرا تو 2 بازی متوالی نتونسته بود گلزنی کنه و خودشو مقصر از پرتغال میدونست. بنابراین اونو تو مرحله گروهی مقابل مجارستان بازی داشتن. رونالدو تصمیم گرفت که تو لیون قدم بزنه، با تیمش ارتباط برقرار کنه و یک طرح بازی کنه. تو اون روز رونالدو حال هوای مواجهه با هیچ شکارچی شهرت احمقانه ای رو نداشت. بنابراین وقتی این مرد زشت رو دید که به سمتش میاد و اون رو شناخت، تصمیم گرفت که اون رو تحقیر کنه. اما گوش کنید، اون میکروفون تو زیر آب ممکنه یک طلسم خوشبین باشه، چون روز بعد رونالدو 2 گل به ثمر رسوند. بنابراین اونو غواصایی رو استخدام کردن تا به دریاچه بپرن، میکروفون رو پیدا کنن و اون رو با حضور همه حرفه‌ای‌ها به حراجی برای کودکان معلول به حراج بذارن. عجب، حتی اگه رونالدو هم تغییر میکنه مردم نجات پیدا میکنن. خب یک بار بود که اون کسی اونقدر بد تغییر کرد که تقریبا دیگه هرگز رو نرفت. در سال 2003 رونالدو 18 سال داشت، یعنی یک بچه جدید و یک بازیکنی بود که همیشه برای رونالدو درصد درست میکرد. تو بازی‌های رونالدو و کول یکی از مشهورترین رقابت‌های اولیه لیگ برتر انگلیس بود. حتی اگر رونالدو هیاهوی زیادی داشت، ایشلیکول یکی از معدود بازیکنانی بود که میتونست جلوی رونالدو رو بگیره. کول برای خودش شهرتی به عنوان یکی از بهترین مدافعان جهان رو به دست آورد، اما حتی سرسخت‌ترین مدافع جهان هم باید حداقل جلوی رونالدو تحقیر میشد. با توجه به دوئل اونو در عرض 4 دقیقه رونالدو کل رو به زمین انداخت. فقط به رونالدو نگاه کنید، اون به حریفاش تمرین اضافی میده، اونا رو با حرکات یوگا آشنا میکنه. چطوری میتونیم از این مرد متنفر باشیم؟ اما جدی باشید، رونالدو از تحقیر کردن نمیترسه، حتی اگه به قیمت از دست دادن میلیاردها دلار برای شرکت ها باشه. این یورو 2020 بود و رونالدو آماده بود. اون تو بازی مقابل مجارستان عالی بود. اون موظف بود که تو کنفرانس مطبوعاتی حاضر باشه و به سوالات پاسخ بده. اما درست زمانی که نشست، رونالدو کوکاکولا رو مقابل همه دنیا تحقیر کرد و اون یک کلمه باعث بحران مالی شد. قبل از کنفرانس مطبوعاتی سهام کوکاکولا 56 دلار ارزش داشت، اما تو پایان مسابقه به 55 دلار کاهش یافت. این افت 1 دلاری به معنای از دست رفتن 4 میلیارد دلار برای کوکاکولا تو 4 ثانیه از زمان رونالدو بود. فکر میکنید تغییر کردن مردم توسط رونالدو تو همینجا متوقف میشه؟ اشتباه میکنید. فقط 4 روز بعد رونالدو میدونست که به موضوع داغ جهان تبدیل شده. تو بازی مقابل آلمان اون میدونست که همه نگاه به سمت اونه و نمیتونست این فرصت رو از دست بده. اون تصمیم گرفت بازیکن رو اونقدر بد تحقیر کنه که حتی اسطوره‌های فوتبال هم زخمی بشن. فقط به اون نگاه کنید، اون واقعا میخواست اون رو بگیره. این ضربه بدون نگاه قبل از اینکه آنتونیو بفهمه چه اتفاقی افتاده انجام شد. من هرگز چیزی مثل اینو ندیده بودم و رسانه‌های اجتماعی هم نه. فقط به این توییتر نگاه کنید. حتی اگه من فکر میکردم که این دیوونه واره یک اسطوره فوتبال آلمانی هم این رو دید و بعد از بازی اون بیرون اومد و گفت به نظر من این مزخرفه. البته که شگفت انگیزه و ما میدونیم که اون میتونه این کار رو انجام بده. به نظر من
اون در حال کوچیک کردن مخالفاشه. اون الان احمق به نظر میرسه. هی همون بلند شو، ما همه میدونیم که تو از عصبانیت این کارو میکنی، نمیتونی این کار رو انجام بدی و تو این مرحله مطمئن نیستم چه چیزی میتونه جلوی رونالدو رو برای تحقیر کردن همه بگیره. نه اسطوره ها، نه پول، نه حتی یه بیماری همه‌گیر جهانی. تو سال 2020 قهرمانان مدافعان در شرایط وحشتناکی بودن و در 5 بازی مقابل جنوا مساوی کرده بودن. یوونتوس به رونالدو نیاز داشت تا وارد بازی بشه و معمولا رونالدو به انگیزه اضافی نیاز نداره، اما این کمی حرفای زشت باعث شد که رونالدو ماشه رو بکشه. زمان با مساوی بودن نتیجه رونالدو برای ضربه پنالتی آماده شد و دروازه‌بان تصمیم گرفت که حرفای زشت به رونالدو بزنه. اون باید ساکت میمون. رونالدو اولین رقص خودش رو انجام داد و بازیکنان رو تو زمین و خارج از زمین تحقیر کرد. اون حتی بازیکنان رو تو خیابون هم تحقیر میکرد. یک لحظه تحقیرآمیز که باید در مورد اون صحبت کنیم بین رونالدو و لبران جیمز. تقریبا 2 دست که این 2 نفر درگیر یک رقابت شدیدن. هیچ کس در مورد اینا صحبت نمیکنه. بابا لایک نکردی تو الان این ویدیو رو؟ واقعا دمت گرم داداش، لایک کن این ویدیو رو دیگه، من انرژی داشته باشم. اگه طرفدار رونالدو یک کامنت قلب سفید برای داداشت بذار و این چنل هم سابسکرایب کن که ویدیوهای بیشتری از این چنل ببینی و حال کنی باش و زنگوله هم روی آل بذار که وقتی ویدیو بعدی رو که میدونم خیلی شاخه برات گذاشتم پشمات بریزه و بیای اونو نگاه کنی. همه چیز زمانی شروع شد که لبران اولین ماشین خودش رو خرید، یک هامر H2 کاملا سفارشی که فقط میتونست یک رپر اون رو برونه. لبران در حال ورود به NBA بود و تو سن کم این خرید به حدی خبرساز شد که کشورهای دیگه هم اونو میدیدن و خب این رونالدوی جوان رو الهام بخشید که تو همون سال به لیگ برتر راه پیدا کنه. بنابراین رونالدو تصمیم گرفت من میخوام یک سوپرستار باشم. فکر میکنم زمان خرید اولین ماشین من فرا رسیده. اون یک اودی استیلی خرید. خب خیلی هم دیوونه‌وار نبود و راستشو بخواید لبران هم یک BMW داشت، اما این فقط آغاز جنگ ماشین‌های وحشیانه جهان بود. روزها فراری، لامبورگینی، جیوانگ، پورشه. تقریبا 20 ساله که این 2 نفر سطح بازی رو تو ورزش ارتقا میدن. اونا همیشه گاراژ خودشون رو ارتقا میدادن و رقابت‌ها شدید شد. اما از اونجایی که هر 2 نفر به نماد تبدیل شدن، لبران نتونست با رونالدو رقابت. اون حتی جوانی رو به زندگی خودش برگردون و یک هامر نو هم خرید. اما لبران با یک روانی در حال رقابته. تا به امروز رونالدو به صنعت ادامه داده که حداقل هر ماه یه ماشین جدید بخره. دلیل اینکه به رویدادهای انحصاری دعوت میشه اینه که رونالدو فراری های 1 میلیون دلاری، مکلارن های 1 میلیون دلاری داره. اون تو سطح دیگه ایه. این دقیقا همون چیزیه که اون 5 میلیون دلار برای یه بوگاتیش و 12 میلیون دلار برای یه بوگاتی دیگهش خرج کرده. این اعتیاد به خرید ماشین اون رو به 30 میلیون دلار رسونده. چه تو فوتبال باشه یا بسکتبال، چه تو زمین یا جاده، هیچ کس با رونالدو نمیتونه کنه. هر کسی میتونه تحقیر بشه، اما راز رقابت ها پنهان نیست، بلکه چیزیه که رونالدو میلیون ها دلار برای اونا خرج کرده. جواهرات 4 میلیون دلاری، قایق 12 میلیون دلاری، جت های 32 میلیون دلاری. و رونالدو حتی یک خرید 40 میلیون دلاری داشته که 2 نفر تو کل جهان اینو داشتن، رامپی و یکی هم رونالدو. و میدونم خیلی دلت میخواد از این ویدیو بیشتر ببینی و بدونی رونالدو چیا خریده که از زندگی من و تو هم بیشتره. حتما یه سر به چنل خود بزن و این ویدیو رو لایک کن بکنم من یه انرژی خوشگل بدی و برام کامنت بذار که من حال کنم ناموسن. خب بعد که کامنت رو گذاشتی اگه زحمتی نمیشه یه سابم برام بذار، یه چنل خودت توی ساب کن، زنگوله هم روی آل بذار که وقتی